همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، جزئیات بیشتر گزارش CNN رو از تو بشنویم. اول باید اشاره کنم که برت مک‌کورک یک مقام بلندپایه امنیتی سابق دولت ایالات متحده آمریکاست که در دست کم 4 دوره جدی، یعنی دولت‌های اوباما، دولت بوش، دولت آقای ترامپ و بایدن سابقه فعالیت داره، شناخت نسبی بالایی از استراتژی خاورمیانه و به خصوص ایران داره. اما آقای مک‌کورک اشاره‌ای که میکنه اینه که میگه اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی به یک توافق نسبی با ایالات متحده آمریکا برسه، در اصل قضیه به لحاظ ماهوی چیزی از خطر جمهوری اسلامی کم نخواهد کرد. این تحلیلگر تاکید میکنه که بنای جمهوری اسلامی بر روی بقا و دشمنی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و اگر در شرایط موجود شرایطی رو بپذیره، در واقع بر اساس اصل بقا فقط پذیرفته تا از وضعیت بحرانی فعلی بخواد خارج بشه. این نویسنده حتی نمونه‌هایی رو مشابه مثال میزنه، توافقاتی که بعضی از گروه‌های تروریستی مثل آیسیس، افرادی مثل ایمن الظواهری، زرقاوی و خیلی های دیگه کردن و در عمل در پس احساس امنیت دوباره عملیات خودشون رو علیه مواضع اسرائیل و مواضع آمریکایی انجام دادن و ادامه دادن. در بخش دیگری از این گزارش در واقع تحلیل اشاره میکنه که مسئله مهم این هستش که ما بدونیم جمهوری اسلامی بر پایه حکومت بر روی یک کشور، یعنی بر پایه ناسیونالیسم طراحی نشده. مک‌کورک اشاره میکنه که سپاه پاسداران نمونه عینی از اون چیزی که جمهوری اسلامی تعریف کرده برای خودش، نه یک ارتش ملی برای دفاع از مرزها، بلکه یک مجموعه فعال شبه نظامی در قالب یک ارتش که برای اهداف بزرگتر در دیگر جاها طراحی شده و فعالیتش ادامه میده. در بخش دیگری از این گزارش نویسنده تاکید میکنه که باید به یاد داشته باشید که شکلی که جمهوری اسلامی در اقدامات خودش طراحی کرده رو اگر روی نقشه نگاه کنید، افزایش سطح ارتباط با گروه‌های نیابتی که بتونن بدون حضور جمهوری اسلامی ایجاد ناامنی و ایجاد اشکال بکنن، یکی از ایده های استراتژیکی هستش که جمهوری اسلامی دنبال کرده و امروز اگر به طور جدی‌تر این طرح موضوع نبینیم به معنای این نیستش که جمهوری اسلامی چنین پروژه‌ای رو فراموش کرده. آقای مک‌کورک درست در آستانه این بحثی که حالا مطرح است در ارتباط با توافق با جمهوری اسلامی و ایجاد فرصت برای جمهوری اسلامی تاکید میکنه ماهیت جمهوری اسلامی چیزی درش عوض نخواهد شد، بلکه فقط جمهوری اسلامی در وضعیت موجود، در وضعیت بقا تلاش میکنه خودش رو حفظ کنه. نویسنده در نهایت میگه که مسئله حتی با داستان هستی هم تمام نخواهد شد. شاید میشه گفتش که اون چیزی که محصول نوشته آقای مک‌کورک، این مقام امنیتی سابق است، میگه که وجود خود جمهوری اسلامی، یعنی ماهیت جمهوری اسلامی، چیزی است که به هر شکلی اگر باش توافق هم بشه، در نهایت این توافق موقت و بدون ریشه خواهد بود که به محض اینکه شانس دوباره برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه بخواد کاری رو انجام بده، دوباره برمیگرده به اون فرمت‌های اصلی خودش. بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از واشنگتن همراه ما بودی.